تصور کنید در سال 2026 از خواب بیدار شده اید و در حالی که اخبار فریاد میزند فروپاشی بازار، پورتفولیوی شما قرمز روشن است. کارشناسان میگویند که ساعت در حال حرکت است و ما از آنچه فکر میکنید به آن نزدیکتریم. مقصد اصلی: یک دیوار بدهی عظیم. میلیاردها وام شرکتی به یک باره در سال 2026 سررسید می شود، درست زمانی که انتظار می رود نرخ بهره به شدت بالا بماند. سپس حباب هوش مصنوعی وجود دارد. در حالی که فناوری اکنون در حال رونق است، تحلیلگران نگران هستند که این تبلیغات تا سال 2026 به دیوار واقعیت برخورد کند و باعث فروش گسترده شود. چرخه‌های تاریخی نیز هر دهه به یک اصلاح بزرگ اشاره می‌کنند و ما درست طبق برنامه هستیم. این طوفانی کامل از بدهی، تورم و فناوری بیش از حد ارزش گذاری شده است. اما نترسید، بهترین زمان برای آماده شدن قبل از وقوع طوفان است. پول نقد خود را آماده نگه دارید و متنوع بمانید. مشترک شوید تا جلوتر باشید.